توی 2 دقیقه میخوام یک تکنیک و یک نکته رو با هم دیگه اجرایش بکنیم. این که سعی بکنیم از فردا یک جایی رو در نظر بگیریم برای یادداشت‌های روزانه‌مون. خیلی دقت بکنید، این نکته رو من خودم بارها تجربه کردم و شنیدیم میگم آقا یه جایی کاراتو یادداشت بکن. یک جایی، نه چند جایی. نکته اول. 2 اینکه جایی باشه که در دسترستون باشه، یعنی همیشه همراهتون باشه. من خودم نوت گوشیم رو انتخاب کردم واسه این کار، یعنی و فقط هم همینجاست، نه دیگه دفتر و سررسیدی دارم برای یادداشت هام، حالا سررسید برای کارهای دیگه است، نه در واقع توی کاغذی می‌نویسم لزوما، فقط توی نوت گوشیم. پس همین امروز این عادت رو برای خودمون نهادینه بکنیم که فقط حتما یک جا برای نوشتن داشته باشیم و اطلاعاتمون رو اونجا بنویسیم.